و خدای شما خدای یگان است، جز او هیچ معبودی نیست، بخشاینده مهربان است. به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین، اختلاف شب و روز و در کشتی هایی که در بحر به سود مردم آمد و شد می کنند، در بارانی که خداوند آن را از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از آن که مرده بود زنده گردانیده و جانداران را در روی زمین به هر سو گسترده ساخته است، همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین رام شونده اند، یعنی مسیر خیش را می پیمایند، در هر یک از آنها یقینا نشانه هایی است به وجود خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند. با این هم هستند مردمی که بغیر از خدای برحق معبودان دیگری را به پرستش می گیرند. ایشان را طور دوست می دارند که باید خدا را دوست داشته باشند، اما آنانی که به خدا ایمان دارند محبتشان به خدا نسبت به محبت مشرکان در برابر معبودانشان شدیدتر است. ستمگاران هنگامی که عذاب خدا را ببینند به این حقیقت پی میبرند که همه نیروها تنها از آن خداست و بیشک خداوند سخت عذاب کننده است. در این حالت است که پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند، عذاب را می بینند و همه وسایل از ایشان قطع می شود. در این حال پیروان می گویند ای کاش به ما فرصت دیگر داده می شد تا ما هم از ایشان بیزاری می جستیم همچنانی که ایشان از ما بیزاری جستند. آری بدین ترتیب خداوند اعمالشان را به آنها برای حسرت خوردنشان می نمایاند و ایشان از آتش دوزخ بیرون شدن نمی توانند.